به آموزش HTML با بهاره خیلی خوش اومدین. جلسه سوم میخوام در مورد اصول محتوایی که در داخل وب مینویسیم، متن‌هایی که مینویسیم در HTML، کدهای HTML با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید وقتی که این کاری که این جلسه میخوایم انجام بدیم چیه؟ بیایم یک صفحه ای رو برای خودمون درست کنیم که یک عنوان داشته باشه. مثلا من اینجا نوشتم Hello World، یعنی سلام جهان. بعد یک ساب تایتل داشته باشه که من آماده هستم که HTML رو یاد بگیرم. دوباره یه دونه دیگه داشته باشه، ساب تایتل دیگه. مثلا من اینجا نوشتم که چه چیزهایی که مفید هستند، نکات مثبت داشتن یک برنامه درسی. یا مثلا ببینین اینجا اومدم تایم منیجمنت، یعنی مدیریت زمان رو بولدش کردم. اینجا اومدم بیتی نوشتم، زیرش چند تا نقطه داره. اگر من اینو کم بزرگتر کنم شاید شما بهتر ببینید. اینجا بیتی داره، نقطه داره. وقتی که من با موس میرم روش یه توتی برای من باز میشه و میگه که این بیتی مخفف چی هست، که مخفف زمان استراحته. دوباره اومدیم به بخش بعدی. ببینید هر بخشی توسط یک خط از بخش بعدی خودش جدا میشه. مثلا این برای یادگیری هستش که حالا یادگیری HTML و برنامه درسیه. یه بخش دیگه دارم که در مورد سفر داره صحبت میکنه و این بخشی که در مورد سفر داره صحبت کنه شامل چند تا بخش دیگه خودش میشه. میگه جاهایی که دوست دارم توی سفر برم ببینم و جاهایی که ازشون اجتناب میکنم که برم ببینمشون. و این انتها اومده کپی رایت رو برای ما نوشته که علامت کوچکتر، علامت کپی رایت، حالا اون حق کپی که من اسم خودم رو نوشتم، و علامت بزرگتری که هست. پس هر صفحه وبی مثل یک روزنامه هست که از بخش‌های مختلف تشکیل شده. سکشن بندی‌های مختلف رو باید ما داخلش انجام بدیم. یا مثلا اینجا نگاه کنید، من اومدم آدرس نوشتم. آدرس یک مقداری ایتالیک تر نوشته شده نسبت به بقیه. ایتالیک نیستن ولی این بخش آدرس ایتالیک نوشته شده. یا مثلا نگاه کنید اینجا I really needed sleep، دوباره یه ذره emphasize داره، یه مقدار ایتالیک نوشته شده نسبت به متن کلماتی که قبل و بعد از خودشون قرار گرفتن. میخوایم ببینیم که این تغییرات رو چجوری میتونیم در سند HTML مون انجام بدیم. من از مرور کروم به عنوان مرور خودم استفاده میکنم برای لانچ کدهای خودم. از ویژوال استودیو کد به عنوان یک برنامه برای کد نویسی استفاده میکنم. باید حتما ویژوال استودیو کد خودتون رو باز کنید. اگر شما هم از ویژوال استودیو کد استفاده میکنید، در بخش اکستنشن یک نوار باری سمت چپ ویژوال استودیو کد هست، اون رو روش کلیک کنید و لایو سرور رو سرچ کنید. این قسمت لایو سرور رو بنویسید، سرچش کنید. لایو سرور با توسط ریتویک هست، این رو نصبش کنید تا بتونید یک اون لوکال سرور با پورت نامبر 5500، این قسمت پایین نوشته شده، با پورت نامبر 5500 برای شما باز بشه تا بتونه کدهایی که می‌نویسید رو نمایش بدید. خب من بهتون گفتم که باید یه فولدری برای خودتون باز کنید و وقتی که فولدر رو باز کردید میتونید بیاید درست کنید برای خودتون. برای باز کردن فولدر می قسمت بالای نوار ویژوال استودیو کد سمت چپ نوشته فایل رو میاد و اوپن فولدر رو میزنید. فولدری که حالا اون برنامهتون داخلش میخواید داخلش کدتون رو بنویسید رو انتخاب میکنید. یا نیو فولدر میزنید، یه فولدر جدید درست میکنید. مثلا من اینجا بنویسم نیو فولدر، یه فولدر جدید درست میکنم. یا اینکه میاد همون فولدری که قبلا درست کردین رو انتخابش میکنید. خب حالا ما به اون چیزایی که قبلا وجود داره کاری نداریم. اینجا بنویسیم index.html. گفتم که فایلی که بخوایم درست کنیم اسم باید داشته باشه. هوم پیج ما ایندکس هست و پسوندمون هم که HTML و HTML رو می‌نویسیم. یک صفحه خالی برای ما ایجاد میشه. گفتیم میخوایم همچین چیزی که این قسمت هست رو ایجاد کنیم. قبلش و جلسات قبلی گفتیم برای شروع کار شیفت رو فشار میدیم، شماره یه دکمه یک یا اکسکلمیشن مارک علامت تعجب رو میزنیم، تب یا انتر رو فشار میدیم. خب این قسمت ابتدایی میاد به شما میگه که به مرورگر وقتی که داره کد شما رو میخونه، موتورهای جستجو وقتی دارن میخونش متوجه میشن که آقا این HTMLی که استفاده شده HTML5 هست.
خب گفتیم که هر سند HTMLی با تگ HTML شروع میشه، لنگویج رو انگلیش نوشته. اگر میخواستیم فارسی بنویسیم به جای EN باید مینوشتیم FA یعنی فارسی، که حالا ما EN همون انگلیش رو داریم مینویسیم. خب گفتیم که یه بخش هد داریم. بخش هد در واقع قلب اون کد ما هست که شامل یک سری متا دیتا های هست که این متا دیتا ها اطلاعات خیلی مفید رو به مرورگر میدن. مثلا ما اینجا نوشتیم متا دیتای کرکتر ستمون UTF-8 باشه که انواع اقسام کاراکترها رو میخونه و در واقع کاراکتر ست استاندارد هست برای ویژوال استودیو کد در سندهای HTML که استفاده میشه. متا دیتای دوممون در مورد ویوپورت هست که برای گوشی‌های موبایل خیلی کاربرد داره. میاد میگه عرض این مرورگری که داره نشون در عرض این صفحه اندازه عرض وصله باشه که داره ازش استفاده میکنه، که حالا ما برای موبایل داریم ازش داریم صحبت میکنیم. گفتیم که یه متا دیتای دیگه برای خودمون مینویسیم با اتریبیوت نیم که ما اینجا میتونیم آثر رو بنویسیم یعنی نویسنده، و گفتیم کانتنتش اتریبیوت کانتنتش میشه اسم نویسنده که اسم خودتون رو میتونید اینجا بنویسید. هر کسی که داره کد رو مینویسه رو میتونید بنویسید. یه متا دیتا دیگه هستش که متا نیم دسکریپشن هست، توضیحاتی که راجع به اون کد می‌نویسیم و وقتی که شما جستجو میکنید در اینترنت بعد از اون اسم سایت یک سری این اطلاعات رو هم در اون بخش بعد از اسم سایت نمایش داده میشه. خب تایتلمون هست. تایتل که گفتیم به عنوان ازش استفاده میکنیم که تایتل ما رو اینجا میتونیم بنویسیم تکست بیسیکس که میاد در این قسمت بالای نوار بار نمایش داده میشه. خب حالا من این اوپن ویت لایو سرورش میکنم. خب هیچ چیزی داخل این مرورگر وب نمیبینید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما هنوز اینجا کدی رو ننوشتیم. من اینو یه ذره بزرگتر کنم که شما ببینید. آلت سی رو فشار میدم که برد رفت بشه، یعنی اینا شکسته بشه بیاد به سمت پایین. و حالا میایم بخش بعدی. گفتیم که میخوایم یه دونه لینک آیکانی رو کنار تکست باکس قرار بدیم. لینک رو مینویسیم. خب رلمون یعنی ریلیشن این لینکی که داریم میدیم چی هستش؟ از نوع آیکان هستش. hrefش گفتیم باید اسم آدرس رو بنویسیم که اینجا href ما لوگو هست. لوگو رو مینویسیم. این رو میبندیمش. خب لوگو رو نوشتیم. الان ببینید من اینو کلاسش کنم، یه بار دیگه اوپن ویت لایو سرور رو بزنم که مطمئن بشیم درست انجام داده. خب این لوگوی HTML در واقع اومده کنار این تکست بیسیکس که تایتلمون هست قرار گرفته. خب حالا میخوایم بیایم این سایت رو چیکار کنیم؟ این سایت رو درستش کنیم. خب اولین چیزی که داریم هلو ورد، میگه سلام جهان. این تایتل ما و عنوان ما هست. عنوان ها رو بهش هدینگ گفته میشه. ما باید از المنت به معنای عنصر هستش، المنت H1 استفاده بکنیم. من H1 رو می نویسم، تب رو فشار میدم، انتر رو میزنم، یا این که میتونم بیام روی این H1 با موس کلیک کنم، هیچ فرقی نداره. خب پس حالا تگ باز و بسته H1 برای من درست شد. حالا H1 من چی میخوام بنویسم؟ من میخوام بنویسم هلو ورد. من اینا رو کپی پیست میکنم که زمان برای برای نوشتن هدر نره. خب اینجا عنوان ما شد. هر صفحه هر پیجی که شما اینجا می نویسید یک عنوان بیشتر نمیتونه، یعنی یک H1 بیشتر نمیتونه داشته باشه. از H1 شروع میشه تا در واقع H2 H3 تا H6 یا همون H6 ما میتونیم عنوان و ساب تایتل و ساب تایتل داشته باشیم. خب عنوان بعدی من ببینید اینم بولد هست که نوشته شده ولی کوچیکتر از قبلی، یعنی ساب تایتل قبلی خودش میشه. خب I'm ready to learn HTML یعنی من آمادم که بیام HTML رو یاد بگیرم. اینجا من مینویسم H2 المنت H2 رو مینویسم و انتر یا تب رو فشار میدم. کنترل تب تگ باز و بسته H2 برای من درست شد. کنترل وی رو میزنم که پیست بشه. I'm ready to learn HTML یعنی من آمادم که HTML رو یاد بگیرم. همینطور که میبینید
این یه مقداری حالت عنوان داره. حالت عنوان داره یعنی چی؟ یعنی از این تکستی که ما اینجا نوشتیم This is my first page بزرگتر هستش، بولدتر هستش. ولی هر H1 H2 H3 هرچی که ساب تایتل در واقع ما اضافه کنیم، مثلا H3 از H2 کوچکتره، H2 از H1 کوچکتره. و حالا یه پاراگراف داریم This is my first page. ما الان داریم مارکاپ لنگویج رو انجام میدیم، یعنی داریم نشانه گذاری رو انجام میدیم. یه پی رو می نویسیم و محتوای ما که This is my first page هست رو اینجا اضافه میکنیم، یعنی اولین صفحه‌ای که من دارم درست میکنم. اینها المنت های معنایی هستن. المنت پی المنت معنایی، میگه محتوایی که بین تگ باز و بسته من قرار میگیره یک پاراگراف هستش. H2 میگه محتوایی که بین تگ باز و بسته من قرار میگیره یک ساب تایتل هست که از نوع ساب تایتل شماره 2 به حساب میاد که اینها رو باید حتما سلسله مراتب رو موقع نوشتن رعایت کنیم. مثلا اینجا نمیتونیم بنویسیم H1 بعد مثلا بعدش رو بنویسیم H4، نه همچین چیزی نیست، بعد سلسله مراتب رعایت بشه. خب دوباره پاراگراف بعدی ما دوباره یه پاراگراف داریم یا اینکه میتونیم اینا رو پشت سر هم قرارشون بدیم، فرقی نمیکنه. من اینجا بیام بنویسم خب این اولین صفحه من هستش. یه نقطه باید انتهاش بذاریم که مشخص تر باشه. حالا جمله بعدی من دارم HTML میخونم و برنامه درس هم خیلی مهم هست در یادگیری حالا اون HTML که میخوایم یاد بگیریم. حالا قسمت بعدی بنفیت آف استادی هستش که ما اینو میتونیم به صورت H3 در نظرش بگیریم به عنوان ساب تایتل تایتل های قبلی خودش در نظر بگیریم. اینجا کنترل وی رو میزنیم، یعنی سود و منفعتی که یک برنامه درسی میتونه داشته باشه چیه. خب حالا سود و منفعت ها اینایی هستش که اینجا نوشته شده. ببینید اینایی که اینجا نوشته شده من اینا رو میام کپی میکنم. خب پاراگراف هستن دیگه، به صورت پاراگراف باید بنویسیمشون. هر چیزی که داخل کد مینویسید باید نشانه گذاری بشه، باید داخل یه المنتی قرار بگیره. هیچ چیز رو نمیتونید همینطوری به عموم خدا توی اینجا رهاش کنید. من اینجا نمیتونم برای خودم بیام ببینید الان بعد از H3 من اومدم این متن رو قرارش دادم، نمیشه همینطوری رهاش کرد، باید داخل یه پاراگراف قرارش بدیم. میام اینجا پی رو درست میکنیم و کنترل این پی رو تگ بستش رو انتخاب میکنم، کنترل X رو فشار میدم تا کات بشه و میام در این انتها یا کنترل وی رو فشار میدم. ببین اگر کنترل وی رو بزنید این خودش پیست میشه، یا اینکه میایید علامت کوچکتر رو میزنید بعد فوروارد اسلش رو که بزنید خودش پی رو تگ پی رو برای شما میبنده به صورت اتوماتیک. پس من الان اومدم اینا رو اینجا نوشتمشون. ببینید اینا اومدن لیست وار پشت سر هم دیگه قرار گرفتن. ما میخوایم یه لیستی رو درست کنیم برای این که بگیم در واقع نکات مثبت داشتن یک برنامه درسی چی هستش. حالا داره میگه که اگه برنامه درسی داشته باشی کمک بهت میکنه که زمانتو بهتر برنامه‌ریزی کنی، این اولیشه. حالا دومیش کمک میکنه که بیشتر تمرکز داشته باشی روی موضوعات مهم. بعد مثلا میگه که یک برنامه درسی خوب شامل بریک میشه، شامل بیتی میشه. بیتی همون بریک تایم هستش و دوره زمانی که بخوای ریویو کنی اون متنی که ما اینا رو در جلسات بعدی در مورد لیست صحبت میکنیم که چجوری اینا رو میتونید لیستش بکنید، ولی امروز بدون لیست در واقع اینها رو آموزشش رو بهتون میدم. خب ببینید اینا پشت سر هم قرار گرفته. برای اینکه بخوایم و هر چقدر هم که من الان اینو کوچیکش کنم، اینو بزرگترش کنم، اینم بزرگترش کنم. ببینید من الان اینجا هر چقدر که انتر بزنم ببینید هیچ اتفاقی اینجا نمیافته. اینجا بعد از این منیجمنت بعد من اینجا یه عالمه انتر زدم، هیچ اتفاقی نمیافته. برای اینکه اتفاق بیفته و به این به خط بعدی انتقال پیدا بشه از المنت BR استفاده میکنم که این تگ BR
در واقع فقط یه تگ اوپنینگ داره. ببینید الان به خط بعدی منتقل شد. الان دوباره من یه بی آر دیگه بزنم، این دوباره یه خط دیگه درست میشه و یه فضای خالی ما اینجا خواهیم داشت. میتونم دوباره بیام اینجا یه بی آر بزنم. یه بی آر بزنم، یعنی به خط بعدی منتقل شد. الان من اینو یه ذره کوچیکش کنم شما بهتر میبینید. این فضاهای خالی اینجا رو پاکشون کنم و برای این قسمت هم دیگه پی خودمون که بسته شده. خب حالا برای اینکه بخوام یه خطی بندازیم زیر اینا و اینا رو از هم دیگه جداشون بکنیم، این بخش هدر ما میشه. هدر یعنی سرصفحه. میریم از المنت HR استفاده میکنیم. تگ HR رو مینویسیمش. وقتی HR رو بنویسیم و تب رو فشار بدید، یه خط اینجا برای شما میاد ایجاد میکنه و باعث میشه این از هم دیگه جدا بشه. خب حالا میخوام این بنفیت استادی رو از قسمت بخش زیری خودشم که حالا میخوایم بریم در مورد وکیشن و سفر صحبت کنیم، پس کلا یه مقاله دیگه میخوایم بنویسیم، میام اینجا دوباره یه HR اضافه میکنیم که این بخش از بخش بعدی خودش جدا بشه. خب حالا در بخش بعدی چی میخوایم بنویسیم؟ میخوایم بگیم که من یک تصمیم به سفر دارم. ببینید تا الان از H1 استفاده کردیم، گفتیم که H1 فقط یکی ازش میتونیم داشته باشیم، بعد از H2 استفاده کردیم و بعد H3. خب ما اینجا الان باید از H2 استفاده بکنیم. برای چی باید از H2 هدینگ 2 استفاده بکنیم؟ به خاطر اینکه داریم ساب تایتل در واقع اصلی بعد از هدر رو می‌نویسیم. پس این رو باید ما از H2 استفاده کنیم. H2 رو می‌نویسیم، انتر رو می‌زنیم تا که باز و بستش باز میشه. این بخش رو میایم کنترل C کپی می‌کنیم متن رو برای اینکه وقت گرفته نشه در تایپ کردن. و این الان برای ما اینجا ایجاد شد. شما میتونید اینجا ببینیدش. من یه ذره اینو کوچیک‌ترش کنم، متنش هم کنترل و منفی که فشار بده این کوچیک‌تر میشه. شما راحت میتونید ببینید که داره چه اتفاقی میفته. خب حالا بعد یه پاراگراف داریم. من اینجا نوشته که حالا من خیلی سخت کار کردم و واقعا احتیاج به یه سفر دارم و میخوام که یه سفری برم به شیراز. باید بریم داخل یه پاراگراف بنویسیم. داریم نشانه گذاریش میکنیم، داریم از سمنتیک المنت استفاده بکنیم. سمنتیک المنت داره میگه که آقا این محتوایی که داخل من داره قرار میگیره یک متن هستش. خب دوباره اینجا میتونید یه بی آر بنویسید که این بره به خط بعدی. میتونید یه بی آر بنویسید که بره به خط بعدی، یا میتونید اصلا کلا دو تا پاراگراف درست کنید. یعنی این بی آر رو حذفش کنید، اینجا علامت کوچکتر و فورورد اسلش رو بزنید، پی رو بزنید و اینجا باید یه پی دیگه چیکار کنید؟ باید یه پی دیگه باز کنید که خب به صورت اتوماتیک اگه با وقتی که پی رو می‌نویسین اگه اوپن و کلوزش برای شما درست میشه. من آلت و شیفت و تب رو فشار دادم تا یه ذره این مرتب تر نوشته بشه و برای تگایی که فقط اوپنینگ تگ دارن این فوروارد اسلش رو اضافه میشه که حالا این فوروارد اسلش رو میتونید بیاید اینجوری چیکار کنید؟ دیلیتش بکنید. خب حالا ما اومدیم این رو نوشتیم که من میخوام برم شد. حالا ببینید دوباره این میشه ساب تایتل سکشن دوم. پس اینجا باید از H3 استفاده بکنیم. میام H3 رو می‌نویسیم و این رو کپی پیستش میکنیم یه جاهایی که همونطور که می‌بینید ببینید بولدتر نوشته میشه نسبت به قبلی ها، جاهایی که من دوست دارم برم ببینمشون. خب حالا این متن رو میخوایم چیکار کنیم؟ کپی پیستش بکنیم. میخوایم یه پاراگراف دوباره بنویسیم. کنترل وی رو میزنیم، ببخشید پی رو مینویسیم، یه پاراگراف هستش، انتر رو میزنیم و اینجا اون رو کپی و پیست میکنیم. خب همینطور که میبینید اینا پشت سر هم نوشته شده. برای اینکه از هم دیگه جدا بشه گفتیم باید از چه المنتی استفاده کنیم؟ از لاین بریک استفاده میکنیم. میایم اینجا و بی آر رو مینویسیم و این میاد به خط بعدی انتقال پیدا میکنه. حالا ما اینجا چی نوشتیم؟ من چیزای خوبی در مورد شیراز شنیدم و چیزایی خوبی در مورد این مکان شنیدم. حالا میخوایم آدرسش و مکانهایی که هست رو چیکار کنیم؟ مثلا به صورت آدرسوار بنویسیم. برای اینکه از
یک آدرس رو بنویسی همون آدرس رو میبری. من ایدی که نوشتم ایمت ابریویشن خودش میاد برای شما میاره، میتونی روش انتر بزنی و اینجا الان بریم این آدرس رو برسیم. حالا این آدرس های ما چیا هستن؟ پرسپولیس میگه 60 کیلومتری شمال شرق شیراز، نارنجستان قبل و بازار وکیل. اینجا رو این آدرس ها رو داریم میریم. اینجا خیلی جای قشنگه و ما میخوایم بریم ببینیمشون. خب اینا همینطور که می‌بینی پشت سر هم نوشته شده. دوباره شما میتونید بیاید از یه بی آر استفاده بکنید، دوباره بیاید از یه بی آر استفاده بکنید و این یه بر خودش اینجا. اینو به صورت آدرس ببینید حالت ایتالیک نوشته شد. من اگر اینو بزرگش بکنم شما میتونید متوجه بشید که الان اینجا این به صورت ایتالیک نوشته شده. خب ببینید اینجا I really need a tweet، این هم به صورت ایتالیک نوشته شده. این میخوایم روی این متن، من واقعا احتیاج به سفر دارم، میخوایم امفاسایز روش بذاریم، میخوایم روش تاکید بکنیم. باید بیایم اینجا داخل همین کدی که نوشتیم پیداش بکنیم. I'm really اینجا این اولین فوروارد اسلش رو حذفش بکنیم، یه اسپیس بزنیم که خودمون متوجه بشیم. ببینید یه کامنت هم هست، میخواد یه کامنت بذارید. ببینید من الان کنترل و فوروارد اسلش رو که بزنم این کامنت برای من اینجا قرار میگیره. اینجا میخوام بنویسم که آرتیکل 2 یعنی مقاله دوم من اینجا بنویسم آرتیکل سکند یا بهتر بنویسیم سکند آرتیکل. سکند آرتیکل یعنی من وقتی که خودم میام میخونم میدونم که این در مورد سکند آرتیکل دارم کدو میخونم و میخوام یه چیزی رو پیدا بکنم. یا مثلا شما میخواید یه تغییراتی رو اینجا بدید، یه مکانهای دیگری، مثلا اینجا آدرس میخواید مکانهای دیگری رو بهش اضافه کنید، مثلا مینویسید اد پلیسز که بعدا من بیام اینجا یه سری مکان بهش اضافه بکنم. اینها بهش کامنت گفته میشه. مرورگرها این چیزایی که الان داخل این کامنت ها نوشته شده رو روی صفحه وب نمایش نمیدن، نشون داده نمیشه. ببینید الان من اینجا اوپن ویت لایو سرور بزنم که مطمئن بشیم، ببینید هیچ چیزی اینجا نشون داده نمیشه. قبل از آدرس باید این کامنت باشه دیگه، اینجا نشون داده نمیشه. پس توسط مرورگرها روی صفحه وب کاربر نشون داده نمیشه و برای کسایی که کد نویسی میکنن و میخوان در واقع یه کمک و راهنمایی برای خودشون باشه. خب اینجا قریلی نیدتیو من واقعا به سفر احتیاج دارم اینجاست. برای اینکه بخوایم اینو یه تأکیدی روش بذاریم از ام میتونیم استفاده بکنیم. ام همون امفاسایز ام رو مینویسید، تب یا انتر رو فشار میدید، تگ اوپن و کلوزش باز میشه، تگ کلوزش رو برمیداریم، کنترل ایکسش میکنیم و میرید جایی که میخواید دیگه اون متن تموم بشه، اون محتوای تموم بشه. ببینید الان این تغییر اینجا ایجاد شد. این الان من واقعا نیاز به سفر دارم به صورت ایتالیک داره نمایش داده میشه. من یه ذره اینو بزرگترش کنم. اینجا الان نگاه کنید این فرقش با خط قبلی خودش چیه، یعنی آیریل نیگاتیو به صورت ایتالیک نمایش داده شده. یا مثلا اینجا تایم منیجمنت یعنی مدیریت زمان رو ما میخوایم به صورت این هم میخوایم روش تاکید بزنیم، ولی این تاکید خیلی بیشتره. این اومده دیگه کامل بولدش کرده. برای اینکه بولد بشه میایم از المنت استرانگ استفاده میکنیم. استرانگ رو مینویسیم، تگ استرانگ رو بازش کردیم و تگ کلوزش هم که اینجا نوشته شده. اون چیزی که میخوایم بولدتر نوشته بشه رو باید بین تگ باز و بسته استرانگ قرار بدیم. این تایم منیجمنت یعنی مدیریت زمان رو انتخابش میکنیم، کنترل ایکس رو میزنیم تا کات بشه و بعد بین تگ باز و بسته استرانگ کنترل وی میزنیم. یعنی چیکار میکنیم؟ پیستش میکنیم. اگر الان روی پیج نگاه بکنید این الان تایم منیجمنت اینجا برای ما بزرگتر بولدتر نشون داده شد. پس ما اومدیم چیکار کردیم؟ این رو در واقع بولدش کردیم. البته این بولد کردن و ایتالیک کردن و کلا استایل دهی به سند HTML رو ما با CSS انجام خواهیم داد در آینده و اینها رو همینطوری در حد اینکه بدونین اوکی هست، فقط برای که اطلاع داشته باشید داریم میگیمشون.
خب دیگه چه چیز دیگه باید اضافه کنیم به سایتمون، به پیجی که الان درست کردیم؟ این بیتی ببینید یه ابریویشن هستش، یه تول تیپ برای ما داره درست میکنه که وقتی که با موس میریم روش این تول تیپ باز میشه و بریک تایم رو به ما نشون میده. من بزرگترش کنم شما بهتر بتونید ببینیدش. ببینید اینجا من وقتی که با موس برم روش بریک تایم اینجا نمایش داده میشه. خب اینو چجوری باید درستش بکنیم؟ اینجا باید بیایم قسمت بریک تایمش رو پیدا کنیم که کجا هستش. خب روی قسمت لیستاییه که نوشته. این لیست رو در جلسه آینده بهتون توضیح میدم که چجوری لیست درست کنه. اینجا اصلا ما در واقع لیست درست نکردیم در حد اینکه بدونید پایه و اساس متن نویسی چجوریه. خب این بیتی اینجا هستش. خب برای اینکه بخوایم یه تول تیپ درست کنیم باید از المنت ابر یا همون ابریویشن استفاده کنیم. به معنای مخفف ابر رو می‌نویسیم. وقتی که ابر رو نوشته یه اتریبیوت یعنی یه ویژگی اینجا برای ما میاره. ببینید الان من اگر کنترل اس رو بزنم شما هر چیزی که نوشتید برای اینکه روی مرورگر نمایش داده بشه بعد کنترل اس رو فشار بدید. من اتو سیو ویژوال استودیو کد رو فعال کردم، به خاطر همین خودش به صورت اتوماتیک باز سیو میشه و اینجا نمایش داده میشه. خب ببینید این بیتی باید بیاد بین تگ باز و بسته ابر قرار بگیره. من اینجا میام کنترل وی رو فشار میدم. همینطور که میبینید الان اینجا زیرش خطچین قرار گرفته. زیر این بیتی خطچین اومده ولی وقتی که با موس میرم روش چیزی رو نشون نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه این اطلاعات باید در قسمت اتریبیوت تایتل نوشته بشه. اینجا ما می نویسیم بریک تایم یعنی زمان استراحت. ببینید الان با موس که برم روش کنترل اس رو فشار بدید، با موس که برم روش این بریک تایم اینجا نمایش داده میشه. خب دیگه چه چیزی رو باید درست کنیم؟ صفحه‌مون رو ببینیم که چه چیزایی کم داره نسبت به اون کدی که اینجا هست. جاهایی که دوست داریم بریم و آدرس ها هم نوشیم. فقط میگه جاهایی که مونده که دوست نداریم. خب این جاهایی که دوست نداریم من باید از یه H3 استفاده بکنیم. میایم زیر آدرس رو کلیک میزنیم، هدینگ 3 مون رو مینویسیم، المنت رو مینویسیم، تب رو فشار میدیم. تگ باز و بسته H3 درست میشه برامون. ساب تایتلمون هست و این بریس آیوارد رو کپی میکنیم. اینجا کنترل وی رو بین تگ باز و بسته H3 قرارش میده و اینجا برای ما نمایش به جاهایی که من اجتناب میکنم ازش برم. هر جایی که سرد باشه خب اینو باید داخل یه پاراگراف قرارش بدیم. هیچ وقت یک متن رو همینطوری برای خودش قرار رها نکنید در کدتون. خب anyway میگه هر جایی که سرد باشه هیچ راهی هم نداره. دوباره خب حالا اینو شما تمرین کنیم. باید چیکار کنیم؟ میخوایم بولدش کنیم. میگیم که باید از المنت استرانگ استفاده کنیم. میتونید از اینجا انتخابش کنیم و این نووی رو انتخاب کنید. کنترل ایکس کنید و بین تگ باز و بسته استرانگ قرارش بدید. خب اینم این نوبه اینجا قرار گرفت. یه خط اینجا قرار داده به خاطر اینکه میخوایم بیایم در واقع از فوتر جداش کنیم. گفتیم یک وب پیج به عنوان یک مقاله عمل میکنه، مثل یک مقاله است، مثل یک روزنامه است که شامل مقالات و بخش‌های مختلفه. خب یعنی بخش فوتر ما یعنی بخش پایینی صفحه وب میایم از یه HR استفاده میکنیم. HR برای ما یه خط میندازه. الان اینجا برای ما یه خط درست شد. حالا میخوایم بیام تو بخش این بخش کپی رایت رو بنویسیم. کپی رایت رو چجوری میتونیم بنویسیم؟ علامت های کوچیک رو بهش میگیم انتیتی. میایم مینویسیم ampersand less than. ببینید الان برای شما اوورد ampersand LT میشه less than و سمیکالن انتخابش میکنیم. ببینید یه علامت کوچیک‌تر برای شما اوورده. خب حالا میخوایم این تکرار بشه. کنترل سی رو فشار میدیم. شما بنویسید برای خودتون که یادش بگیره. حالا میخوایم علامت کپی رایت رو بذاریم. علامت کپی رایت دوباره امپرسنت رو میزنید و کپی رو مینویسید. سمیکالن هم که داره این علامت کپی رایت اومد و حالا اون مثلا من اینجا اسم خودم رو می نویسم. حالا میخوای علامت بزرگتر بزنیم. برای اینکه علامت بزرگتر بزنیم باید چیکار کنیم؟ باید گریتر دن امپرسن جی تی میشه گریتر دن یعنی بزرگتر رو انتخاب کنیم و بنویسید. دوباره همین رو میتونید
در واقع 3 بار پیستش بکنید تا علامت بزرگتر اینجا برای شما درست بشه. خب ببینید ما میخوایم یه کاری بکنیم که این فاصله بین این قسمت ایجاد بشه. الان این صفحه من هیچ فاصله ای نداره با کناره در واقع این مرورگرمون. باید چیکار کنیم؟ با این حاشیه مرورگر هیچ فاصله ای نداره، ولی اون یکی این یکی داره. ببینید الان اینجا یه فاصله اینجا هستش. ما باید چیکار کنیم؟ اگر که توجه بکنید به این موضوع که ما الان بیایم این قسمت اینجا جاییه که ما لیستامون رو درست کردیم. من هر چقدر که اینجا اسپیس بزنم، کنترل اس رو فشار بدم، سیو کنم، سیوش بکنم، هیچ اتفاقی نمیفته، این فاصله نمیفته. پس این فاصله افتادن مثل اون انتر زدنه که هیچ فایده ای نداره، خط ایجاد نمیکنه. باید از بی آر یا لاین بریک استفاده بکنیم. اینجا باید چی بنویسیم؟ بعد از یه انتیتی دیگه استفاده کنیم. امپرسنت رو میزنیم، ان بی اس پی و سمیکالن رو انتخاب میکنه. همونطور که میبینید اینجا برای شما نوشته. ببینید الان یک کوچولو این فاصله ایجاد شد. من اینو یه ذره بزرگش بکنم برای شما که بهتر ببینید. اگر که من اینو کپی پیستش بکنم، انتخابش بکنم، کنترل سی، اینجا موس رو فشار بدم بعد از سمیکالن و دوباره 1%. ببینید دوباره فاصله افتاد. و هر تعدادی که بذارم این فاصله چی میشه؟ از اون اول خط بیشتر میشه. از حاشیه فاصله میگه. انا اگر که کوچیکش کنم شما میتونید بهتر ببینید. حالا همه اینا رو انتخابش میکنم. شما بنویسید. چرا میگم بنویسید؟ برای اینکه براتون تمرین بشه و یاد بگیرید. همه اینو دوباره ببینید. اینا اومدن پشت سر هم قرار گرفتن و این اسمش لیست درست کردن است. جلسه آینده در مورد لیست درست کردن صحبت میکنیم. خب پس این اومد یه فاصله رو چیکار کرد؟ اینجا برای ما ایجاد کرد. خب در این جلسه در مورد اصول و پایه و اساسی که برای متن میتونستید در HTML یاد بگیرید توضیح دادیم. همونطور که دیدید ما یک سری المنت داریم. این المنت ها باعث نشانه گذاری یه کد HTML ما میشن. بهشون سمنتیک المنت میگیم. چرا بهشون سمنتیک المنت میگیم؟ به خاطر اینکه دارن یه معنا و مفهومی رو به ما و به مرورگر اعلام میکنن. مثلا H1 میگه من اولین عنوان این صفحه هستم، این پیج هستم. H2 میگه من ساب تایتل هستم. H3 میگه من ساب تایتل H2 هستم. P داره میگه محتوایی که درون من قرار گرفته یک پاراگراف هستش. اینها رو به سمنتیک المنت ها میگن. حالا ببینید وقتی که من P نوشتم، مثلا الان من بیام بعد از این important کجا هستش؟ is very important اینجا. بعد از این میخوام یه پاراگراف اضافه بکنم. من اگر که بنویسم P و بنویسم لورم ستاره 2 یا ستاره 1، یه پاراگراف برای من اضافه میکنه. این بازم امت ابریویشن هستش. اگر یه موقع میخواید یه متن رو اضافه بکنید، اون متن رو ندارید ولی میخواید یه فضاش رو داشته باشید، میتونید از این استفاده بکنید. خب ببینید این اومد این پاراگراف برای من اضافه کرده. حالا من دوباره اگر که بخوام یه پاراگراف دیگه اینجا اضافه بکنم، میام مینویسم تگ پی رو مینویسم، المنت پی رو مینویسم، انتر میزنم، دوباره مینویسم لورم 1، لورم ستاره 1. چه اتفاقی میفته؟ یه پاراگراف دیگه دوباره اینجا برای من درست بشه. ببینید این پاراگراف جدید اومده به خط بعدی انتقال پیدا کرده. اینو بهش میگم بلاک لول المنت. وقتی که من H1 رو نوشتم و متن بعدی این قسمت رو نوشتم، این اومد به خط بعدی انتقال پیدا کرد، پشت سر هم نوشته نشد. اینا رو بهش میگم بلاک لول المنت. ولی وقتی که من از المنت استرانگ استفاده کردم، این تایم منیجمنت که به صورت بولد نوشته شده بود، اینجا تایم منیجمنت ما که اینجا بولد هست، نیامده به خط بعدی انتقال پیدا کنه. مثلا من اگه بیام اینجا یه متنی، حالا کاری نداریم مثلا چی به محتواش، یه چیزی رو اینجا اضافه کنم، ببینید این استرانگی که اینجا قرار گرفته این رو به خط بعدی منتقل نمیکنه، پس پشت سر هم قرار میگیره. این رو بهش میگن اینلاین لول المنت، یعنی خطیه. یا مثلا اون ایمی که استفاده کردم. حالا اگر که همین رو که هیچ مفهومی هم نداره بیان بین تگ باز و بسته پی قرارش بدم، ببینید اینو هم انتخاب کنم، کنترل ایکس بزنم و اینجا قرارش بدم،
این اومد به خط بعدی انتقال پیدا کرد. اگر این پی رو تگ پی رو کلا کلوزش کنم ببندمش، اینو پشت سر هم قرار میگیره. پس یک سری المنت ها هستن که بلاک لول المنتن. وقتی که شما می نویسیدش مطلب بعدی به خط بعدی انتقال پیدا میکنه. یه سری المنت ها مثل استرانگ، مثل ام که همون امفسایز هست، مثل اینجایی که ام نوشتیم، مثل ام مثلا اینجا کجا بود، اینجا نگاتیو اینها، یا اینجا نوبه‌ای که استرانگ نوشتیم، یا ابری که اینجا نوشتیم، ابریویشنی که اینجا نوشتیم، این لاین لول المنت هستن. یعنی هر چی که بعدشون قرار بگیره در همون خط قرار میگیره و به خط بعدی انتقال پیدا نمیکنه. پس در مورد المنت ها صحبت کردیم، در مورد تگ باز و بسته صحبت کردیم، در مورد سمنتیک المنت ها حرف زدیم که این سمنتیک المنت ها یا کلا المنت ها به عنوان یک کانتینر عمل میکنن. کانتینر یعنی چی؟ یعنی ظرف. یه ظرفیه که این محتواش بنفیت نقاط مثبت داشتن یک برنامه درسیه. یه پی ظرفیه که داخلش یه پاراگراف، این پاراگراف با این محتوا قرار گرفته. H1 یه ظرفیه، یه کانتینریه که این محتوای هلو ورلد داخلش قرار گرفته. و بعد یک سری انتیتی ها داریم. مثلا میخوای یه سری علائمی رو به پیج خودت اضافه بکنیم، یا از انتیتی ها استفاده میکنی که با امپرسن، مثلا فاصله اگه بخوای بذاری MBSP استفاده میکنی. میخوای علامت کوچکتر بذاری، از امپرسن دستن سمیکالن استفاده میکنی. بزرگتر امپرسن GT همون گریتر دن سمیکالن استفاده میکنی، یا کپی. اینا تعدادشون انتیتی ها زیاده. میتونید از سایت MDN بهترین منبع برای یادگیری HTML و CSS و جاوا هست، میتونید ازش استفاده بکنید و انتیتی ها رو داخلش ببینید. ببینید این گیت هاب تمی که من استفاده کردم، من اگه کوچیکش کنم رنگ‌های مختلف به من داره نشون میده. الان مثلا این المنت ها رو با رنگ سبز داره به من نشون میده. اتریبیوت ها، ویژگی هایی که هر المنتی میتونه داشته باشه رو با رنگ آبی داره به من نشون میده و انتیتی ها رو با رنگ قرمز داره به من نشون میده. پس این تمی که دارین استفاده میکنید میتونه به شما کمک کنه که حالا متوجه بشید کجا المنت دارین، کجا اتریبیوت ویژگی اون المنت رو دارید مینویسید و کجا از انتیتی دارید استفاده میکنید. این بود آنچه که در این جلسه آموختید. در جلسه آینده در مورد لیست درست کردن، انواع لیست ها، سن لیست رو بهتون آموزش خواهم داد. لطفا پیج رو سابسکرایب کنید، به دوستان خودتون معرفی کنید، لایک فراموش نشه، لطفا کامنت بذارید. خیلی ممنون. تا جلسه آینده.